ترسناکترین آنها، کشنده‌ترین آنها و اما عجیبترین آنها در این ویدیو. آلفا رومئو در سال 2009 میلادی لقب بدترین خودرو بریتانیا را از لحاظ کاهش ارزش دریافت کرد، چرا که ارزش اصلی این خودرو طی 3 سال حدود 14% از بین رفت. البته سازنده این خودرو 2 سال قبل آن را متوقف کرده بود و این میزان کاهش ارزش منطقی محسوب می باشد. آودی آودی نیز در سال 2021 لقب خودرویی یا سریع‌ترین میزان کاهش ارزش را به خود اختصاص داد. در واقع با صرف هزینه حدود 100,000 پوند می توانید یک آودی را بخرید، اما طی 3 سال گذشته 77,000 پوند ضرر میکنید، چرا که این خودرو فقط میتواند 27% از ارزش اصلی خود را حفظ کند و به همین دلیل این خودرو به یکی از گزینه‌های ترسناک برای مشتریان تبدیل شده است. مرسدس بنز دلیل این که در لیست ترسناکترین خودروهای جهان مرسدس بنز دیده می شود و عجیب به نظر می رسد. این خودرو به تنهایی هیچ مشکل ندارد، اما مالکان آن از جمله صدام حسین و پابلو اسکوبار باعث شدند این خودرو برای بسیاری از افراد در آن زمان ترسناک به نظر برسد. هنری هاینز توانست با یک طراحی یک خودروی جالب با نام فانتوم نگاه بسیاری به خود جلب کند، اما وی بعد از ساخت مدل اولیه آن در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد و به همین دلیل طرح و تولید آن نیز متوقف شد. همچنین هرب شاینر مجری یک مسابقه تلویزیونی در سال 1951 نیز این خودرو را خریداری کرد، اما او نیز جان خود را در طی یک تصادف از دست داد. برخی بر این باور بودند که فانتوم ترک شده و به همین دلیل آن را شومترین و ترسناکترین خودروی جهان مینامند. سارکو این ماشین لقب دکتر مرگ یا کپسول مرگ است. محوطه تابوت مانندی پر از نیتروژن است که به سرعت اکسیژن را حدود 20 ثانیه از 21% به 1% کاهش می‌دهد. پس از آن، قبل از اینکه کاربران در نهایت هوشیاری خود را از دست بدهند، احساس سرگیجه را تجربه می‌کنند. مرگ به دلیل کم شدن اکسیژن در بافت‌های بدن، کاهش دیوکسید کربن خون و به دنبال آن کمبود شدید کربن دیوکسید و اکسیژن می شود. هنسی همانند نام خود به معنای جنگیر است. توانست برای بسیاری از مشتریان به یک گزینه ترسناک تبدیل شود. البته شرکت هنسی در سال جاری نسخه 30 سالگی این ماشین را با قدرت 1000 اسب بخار به همراه نشان سفارشی و رنگ قرمز و مشکی به بازار عرضه کرد. این خودرو از سرعتی برابر با 350 کیلومتر بر ساعت بهره میبرد و قادر است ظرف مدت 2.1 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر بر ساعت برسد. سینگر C5
گلویا سینگر که یک کارآفرین مشهور انگلیسی شناخته می شود، یک خودرو برقی عجیب را با نام سینگر C5 طراحی کرد که می توانست با هر بار شارژ حدود 20 مایل را بپیماید. اما این خودرو به گونه‌ای طراحی شده بود که سر راننده در ارتفاع یکسان با سپهر سایز خودرو قرار می گرفت. دو چالنجر SRT دیمن. این ماشین یک پیشرانه 6.2 لیتری V8 مجهز بود و توانست لقب اولین خودروی تولیدی را به خود اختصاص دهد که در زمان شروع به حرکت چرخ جلوی آن زمین بلند می شود. ضمن این که این خودرو توانست رکورد بیشترین حرکت روی دوچرخ را به میزان 90 سانتی متر برساند. اما از ورود این خودرو در پیست های درک به دلیل سرعت بالا جلوگیری کرده بودند. به طور کلی این ماشین همانند نام خود ذات شیطانی داشت و با سرعت بالا و همچنین طراحی خاص خود توانست به یک خودروی ترسناک جهان تبدیل شود. پلیموث پراور. خیلی ها نام و طراحی پلیموث را برای این خودرو مناسب نمی‌دانستند. خودرویی که به باور بعضی از افراد یک قاتل سریالی شباهت دارد. اشتباه دیگر این خودرو این است که استفاده از پیشرانه 3.5 لیتری V6 به جای پیشرانه V8 بوده که باعث شده این خودرو نتواند همانند یک هات راد نگاه بسیاری را به خود جلب کند.